چی بگم؟ خیلی احساسات هست تو این ویدیو. خیلی جمله ساده‌ایه ولی من واقعا خوشحالم که یک فرصت دوباره‌ای دارم که بشینم جلو دور به حرف بزنم و زندم. ما برگشتیم. ببین ما چهارشنبه ضبط یوتیوب داشتیم. پنجشنبه یادمه که هیچ کاری من نداشتم، یعنی یه عالمه کار داشتم ولی اینطوری بودم که پنجشنبه رو میرم خوش میگذرونم و مثلا از جمعه بعد از ظهر میشینم کارامو میکنم یک عالمه برنامه داشتیم واقعا واسه تابستون. بعد پنجشنبه صبح بود، من با یکی از دوستان بودم، رفتیم پیرپسر رو دیدیم و چقدر خوشحالم که پیرپسر رو قبل این جریان دیدم، چون اصلا روانم نمیکشید مطمئنم بعدی همچین موضوع اون فیلم رو ببینم. با هم دیگه قرار صبحونه گذاشتیم و اینجوری بودیم که میبینیم فلان جا فلان صبحونه رو، خیلی ذوق اون صبحونه رو داشتم. شب رفتم خونه و من خیلی خوابم سنگینه بچه‌ها. خونه بغلیمون مهمونی بود. من نصف شب با صدای یک سری انفجار و مثلا بوم بوم اینطوری پا شدم و گفتم حتما مثلا جشن و ایناست، از این آبشاراست که میزنن و اینا. و صبح شد یهو ساعت 7 خورده بود، الهام بهم زنگ زد و گفت رویا نری صبحونه، مثلا اسرائیل ایرانو زده. فائزه زنگ زد به الهام گفته بود که کلاس‌ها رو چیکار کنیم و مثلا خیلی اونجا الان شلوغ پلوغه و اینا، باید کنسل کنیم، به بچه‌ها خبر بدیم و اینا. از اون روز تا 12 روز بعد من هر شب رو نخوابیدم، تا صبح داشتم خبر میخوندم، یه ذره تا ظهر میخوابیدم، بعد سرگردون بودم، نه کلاس ورزشم لغو شده بود، برنامه‌های دیگه هم کلا به هم ریخته بود، دوستامو نمیتونستم ببینم و خلاصه که 12 روز من خونه بودم. کارگاه کامل تعطیل بود، هر کدوم بچه‌ها رفته بودن یه وری و تمام کاری که می‌کردیم این بود که روزانه از هم خبر می‌گرفتیم. شبیه سازمان سرشماری شده بودم، این صبح به صبح بعد یک سری آدم‌ها سرشماری تو الان هستی نیستی کجایی، مثلا جابجا شدی نشدی، و این واقعا تنها کاری بود که یه ذره آرومم می‌کرد. خلاصه که بچه‌ها واقعا 12 روز سختی بود مثل همتون و احساس کردم لازمه که بهتون بگم یکی از چیزایی که این مدت خیلی نجاتم داد منو ارتباطم تو پیج و کانال با شما بود. یعنی کامنتایی که گذاشته بودین، این که تو بد حالی اومدین اینجا رو دیدین، تو اینستاگرام چرخیدین پیج رو دیدین، واقعا کمک کرد. به معنای واقعی یک ارتباط انسانی ساخته شد. همونقدر که شما این پیام رو واسه من میذاشتید و با هم در ارتباط بودیم، منم اونور خیلی به این فکر میکردم که چون میدونم یه سری آدم‌هایی اینجا هستن که احتمالاً دارن سفالگری رو یاد میگیرن که ازش درآمد کسب کنن یا مثلا یک محصولی بفروشن، حالا یه کارگاه دارن و این فکر دائم میچرخید که خب ما الان باید با کارامون چیکار کنیم. امروز با بچه‌ها سری صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که اولا تصمیمات بلند مدت نداشته باشیم، یعنی باید از نظر ذهنی خودمون رو آماده کنیم و بدونیم هر برنامه‌ای که داریم میریزیم نهایتاً تا یک هفته آینده رو قراره پوشش بده. باید کارهایی کنیم که از نظر قیمتی نخواد قیمت خیلی زیادی و پول خیلی زیادی از آدم‌ها بگیره، چون اصلا توانش رو الان ندارن. خیلی‌ها تو مود اینن که این پولمی که دارن رو سیو کنن چون تو شرایط ناامن اقتصادی هن. و یه چیز دیگه که فکر کردیم خیلی میتونه به عنوان یه سری آدم بهمون کمک کنه اینه که یک جوری روتین تحرکمون رو حفظ کنیم، یه جوری خودمون رو از این وابستگی شدید به اخبار و این کرختی شدید و میل به تکون نخوردنه، حتی در حد واقعا یه کار 5 دقیقه تو طول روز خودمون رو نجات بدیم و خودمون رو از این خبر و گوشی و چی که داره دیتایی بی خود وارد مغزمون میکنه خالی کنیم و حتی شاید در حد 5 دقیقه در روز حواسمون رو روی یک چیز دیگه متمرکز کنیم. این فعلا برنامه ماست. لطفا از خودتون بهم بگین از تجربه‌ای که داشتین و اینکه نظرتون چیه. همین و میبینمتون. بچه خیلی خوبه، واقعا خوبه، زنده ایم، جدی میگم، واقعا زنده ایم الان.